سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: ورود یک هیئت بلندپایه تاجیکستان به افغانستان، دیدار سفیر امارت اسلامی افغانستان در انقره با محمد آکتاش معین وزارت داخلی ترکیه و جان باختن هفتن در پی یک انفجار در کشمیر تحت اداره هند. امروز شنبه 24 ماه عقرب سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: یک هیئت بلندپایه تاجیکستان امروز وارد کابل شد. هدف از سفر این هیئت گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان افغانستان و تاجیکستان است. قرار است این هیئت تاجیکستانی با مقامات امارت اسلامی در مورد همکاری‌های آینده، موضوع سفارت افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و شماری از موضوعات دیگر گفتگو کنند. شیخ ثانی الله فرهمند سفیر امارت اسلامی افغانستان در انقره با محمد آکتاش معین وزارت امور داخلی ترکیه دیدار کرد. سفارت افغانستان در ترکیه میگوید که در این دیدار دو طرف علاوه بر روابط دوجانبه فرهنگی و سیاسی میان افغانستان و ترکیه، پیرامون مشکلات افغانهای مقیم این کشور نیز گفتگو کردند. در جریان یک روز گذشته جمعه 23 عقرب 8642 مهاجر افغان از طریق تورخم و اسپین بولدک خط فرضی دیورند از پاکستان به کشور برگشتند. همچنان در این مدت 191 مهاجر افغان از طریق اسلام قلعه و راه ابریشم از ایران به کشور برگشتند. و در اخیر در پی یک انفجار در کشمیر تحت اداره هند دست کم 7 تن جان باختند و 27 تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های بین المللی گزارش داده که این انفجار در یک مرکز پلیس در شهر سرینگر رخ داده که بیشتر جان باختگان پلیس و مقامات جنایی هستند. وضعیت 5 تن از زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده و احتمال افزایش تلفات نیز وجود دارد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.